این داستان واقعی راپونزله. اون هیچ وقت یه زندانی نبود. گیزلا فون لیختنشتین دختر یه بارون ورشکسته بود که توی منطقه هسن آلمان زندگی میکرد و وقتی که حدوداً 14-15 سالش بود یهو ناپدید شد. چندین سال بعد گیزلا رو توی یه برج دور افتاده پیدا کردن. اون میگفت یه زن شفا دهنده که بهش مادر میگفتن اونو دزدیده، اما واقعیت چیز دیگه ای بود. طبق شواهد و اسناد محلی گیزلا خودش با پای خودش فرار کرده بود و با کلی دروغ اون زن رو فریب داده بود تا به فرزندی قبولش کنه و بعد گیزلا کنترل همه چیز رو به دست گرفته بود و کم کم اون زن بیچاره رو کنار زده بود. نهایتاً به طرز مشکوکی اون زن مسن کنار برج مرده پیدا شد و گیزلا همه چیز رو به ارث برده بود. چندین سال بعد توی اون برج یه نامه پیدا شد که هیچ وقت ارسال نشده بود. توی اون نامه نوشته بود من هیچ وقت نمیخواستم از اینجا برم، من فقط میخواستم کسی بیاد بالا و هیچ وقت پایین نره. سالها بعد یه نویسنده از این ماجرا الهام گرفت و داستان راپونزل رو نوشت، اما نقشا رو عوض کرد و راپونزل تبدیل شد به قهرمان داستان.